یکی از خصوصیت‌های کلید در آسایشگاه آمیزش بینظیر ذخیره‌های طبیعی طب و تکنولوژی‌های معاصر طب میباشد. در این سلامت با یری اصولهای دستگاه برقرار کرده می شود، اما اینچنین با سبب خود طبیعت. این منطقه با چشمه‌های گرم، آب‌های مینرال و اینچنین ریگ‌های شفابخش فراوان است. و همه این به طور عاقلانه به برنامه‌های زهرآلود وارد کرده شده است. در شفاخانه ترماس مروارید انسان خود را در حقیقت مثل خانه حس می‌کند، اما در این استراحت پوره تامین کرده می شود. پایگاه طبی شفاخانه با تجهیزات معاصر مؤخذ است و دایره وسیع طبابت‌های فیزیوتراپیست و برنامه‌های برقرارساز را پیشنهاد می‌کند. در این هم اصول‌های انانف و مانند مساژهای شفابخش حمام و هم تکنولوژی‌های پیشرفته تراپی لازر، مگنیتوتراپی، الکتروستیمولیاسیون و غیره استفاده می‌شوند. همه این امکان می‌دهد که فونکسیون‌های بدن پس از اراحت، بیماری‌های مزمن و ارواح ثمرانات برقرار کرده شوند. به مناسبت انفراد دقت مخصوص داده می‌شود. هر یک بیمار برنامه طبابت را می‌گیرد که با نظر داشته حالت و نیازهای تهیه شده است. У нас основывается лечение с кардиологических патологий. ما طبابت را با پاتولوژی کاردیولوژ، دستگاه تکیهگاه، حمام‌های نورولوژ، اندوکرینولوژ که ما طبابت می‌کنیم، حمام‌های گینکولوژ که به شفاخانه‌ها نیز دارند، طبابت می‌کنیم. اساساً در ما به طبابت دستگاه تکیهگاه اساس یافته است. استیوخوندروز، چوره، دیسک و ارتریت. اتالوژی‌های گوناگون ارتریت‌های ریماتور، پالیارتریت‌ها، ارتریت‌های پادگریک. لطفاً به ما بگید که در این شفاخانه بودن از کو آغاز می‌یابد. اولین چیزی که باید کرد، در نوبت اول به شبه قبول مراجعه کردن لازم است. تاریخ بیمار پر کرده می شود. کارتکه های بیماران استاسیونری امبولاتور پر کرده می شوند. پس از معاینه پیشکی طبیبان، ما ایک و اولتراسادا، سنجش پیشکی خون و پیشاب را انجام می دهیم. بعد از این به دکتر معاینه کننده فرستاده می شود. دکتر معاینه کننده استراحت کننده را پره معاینه می کند. با ترتیب فیزیوتراپیست تعیین کرده می شود. و کدام نمودها در رسمیت موجودند. ما اساساً حمام داریم. تراپی سولفید گیدروژن، زهرآلود، سگ. در فصل تابستان ما پارافین تراپی پشیده داریم. بعد از این طبابت الکتریکی بسامد بلند و طبابت الکتریکی بسامد پست موجودند. و خاصیت‌های آنها چیست؟ آنها برای چه مفیدند؟ حمام سولفید گیدروژن ما در ترکیب کلی، مگنی و مقدار زیاد از این سبب داریم. این است با بیماران هیپرتونی که آنها دارند و فشار خون به 180 به 200 ما نمی‌ترسیم. اول وانه سولفید گیدروژن را می‌دهیم. پس از گرفتن وانه سروادارات، اگر فشار استراحت کننده بلند باشد، پس از یک مرتبه تا 140 تا 160 کم می‌شود.